Learning for opportunities and better life. هرگاه خواهان جستجوی وظیفه به طریق آنلاین می شوید و یا هم می خواهید کتاب مورد علاقه تان را به شکل آنلاین جستجو نمایید، شما می دانید که فرست هند دیتابیس چی می کند، زیرا خودتان همه چیز را تجربه می کنید. اما آیا می دانید که دیتابیس چه طور کار و عمل می کند و یا behind the scenes یعنی در عقب پرده چی در جریان می باشد؟ السلام علیکم، امین ببرگزی هستم. در ویدیوی آموزشی Introduction to Objects یا آشنایی با آبجکت ها با شما هستم. در مایکروسافت اکسس دیتابیس ها معمولا از 4 نوع آبجکت تشکیل گردیدند که عبارتند از تیبل، فارم، کیوری و رپورت می باشند. این 4 آبجکت با هم یک جا شده و برای شما اجازه می دهد که تمام کارهایی را که از یک دیتابیس توقع دارید برای شما اجرا می کند، که از داخل نمودن و ذخیره نمودن معلومات گرفته تا تجزیه و تدوین نمودن نتایج جستجو را در بر میگیرد. خب تا به این دم شما آموختند که دیتابیس اساساً یک مجموعه از معلومات می باشد که در لیست ها تنظیم شده اند، یعنی در تیبل ها، که تیبل را می توان قلب یک دیتابیس نامید، جایی که تمام معلومات در آن ذخیره می گردد. این تیبلی را که می بینید از دیتابیس اکسس که من ساخته و معلومات را داخل نموده ام می باشد، که لیست اسامی مریضان با دیگر معلومات مربوطهشان داخل شده است. تمامی معلومات داخل شده در کالم ها و روها دیده می شوند. اما در اکسس کالم را به نام فیلد و رو را به نام ریکارد یاد می کنند. با این معنا که ریکارد متشکل از چندین فیلد می شود که فیلد ها محتویات یک ریکارد را بدون اینکه از هم بسکلند تنظیم می نمایند. همه معلومات در فیلد های یک ریکارد مربوط یک شخص می باشد. هر ریکارد با ایدی نمبر یونیک آغاز می شود و چندین فیلد را دنبال می نماید. قسمی که در اینجا نام پدر، آدرس، دکتر مربوطه، تاریخ مراجعه و همچنان نظر به ضرورت دیگر فیلدها را می تواند در خود داشته باشد. به همین منوال شما می توانید معلومات شخصی را داخل دیتابیس نمایید. خب در حالی که تیبل ها مسئولیت ذخیره کردن معلومات را دارند، 3 آبجکت دیگر اکسس که عبارتند از فارم، کیوری و رپورت می باشند برای کارهای مشخص استفاده می شوند. مثلا فارم ها اکثرا برای داخل نمودن، تغییر دادن و دیدن ریکارد ها مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا فارم ها راه آسان برای راهنمایی در داخل نمودن درست ریکارد ها می باشد. وقتی که شما یکی از فارم ها را در اکسس استفاده می کنید، دیتای موجود در فارم دقیقاً به تیبلی می ریزد که شما خواهان آن هستید. کویریز: با به کار بردن کویری ها می توان دیتای موجود در تیبل را جستجو و کمپایل یا تدوین نمود. استفاده از کویری درست مثل پرسیدن یک سوال با جزئیات آن از دیتابیس می باشد و یا می توان گفت که جستجو در اینترنت با استفاده از کویری ها شکل می گیرد. رپورت: با به کار بردن رپورت ها شما می توانید دیتا یا معلومات را از تیبل و کویری ظاهر ساخته و چاپ نمایید. رپورت های یک ذریعه مؤثر در تقدیم نمودن و ظاهر ساختن بخشی از معلومات دیتابیس شما می باشد که با رنگ، تصاویر و دیگر موارد درک آن برای شما آسان می شود. این بود معرفی آبجکت های اکسس که به معرفی آنها پرداختیم. این که چطور با این آبجکت ها عملاً کار کرده و مورد استفاده قرار دهیم، می توانید ویدیوهای آموزشی مربوطه هر آبجکت را از پلیلیست مایکروسافت اکسس انتخاب و آن را تعقیب نمایید. Learning for opportunities and better life. داول دقیق خوانیز ویدیو چاپشی محتویات کچیر ویدیو مخواهشوی نو ضروری لایک و شیر کرد او که چینل دا نوی است نو سبسکرایب اور مهیروی گنگری یا زنگولیت هم تک وکی ترسول طول نوی ویدیوگان سخه پر وقت خبر شد. تربل خوانیز ویدیو ایجاد